حالا که دانسته ای رازی پنهان شده در سایه این جمله ها که میخوانی، حالا که نقطه نقطه این کلام را آشکار میکنی، شهد شراب مینو به کامت باشد. چرا که اگر در دایره قسمت سهم تو را هم از جهان دور دادند، رندی هم به جان شیدایت واسپردند تا کلمات پیش چشمانت خرقه بسوزانند. پس سبکباری کن و بخوان. در این کتاب رمزی بخوان به غیر این کتاب. من این رمز را از ذبیح و ارغوان آموختم. من خودم یه زمانی سالهای آخر نوجوانی تقریبا بخش عمده‌ای از داستان شرق بنفشه مندنی‌پور رو حفظ بودم. داستانی که زبونش همون قدری که می‌بینین با زبون فارسی که ما امروز حرف می‌زنیم فاصله داره، ولی در واقع داره سعی می‌کنه یکی از غیر معاصرترین معانی عشق، یعنی در واقع معنای حافظانه عشق رو توی شرایط جامعه معاصر باش دست و پنجه نرم کنه. حالا در واقع این نویسنده‌ای که اصلا کارش غیر قابل ترجمه حساب می‌شده، یک کتاب نوشته در واقع برای مخاطب غیر ایرانی، به زبان انگلیسی در اصل چاپ شده و مکرراً به زبان‌های متفاوت دیگه ترجمه شده. سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی که به نظر میاد خیلی هم کار موفقی بود. یه شیفت خیلی بزرگه، در واقع چرخش خیلی بزرگ اینجا هست. شهریار قضیه چیه؟ داستان نوشتی. یعنی این جمله که مثلا این ور اون ور نوشته میشه تو الان مثلا مجله ایرانی یا روزنامه ایرانی که به یه زبانی نوشته داستان و شهریار مندنی‌پور که خواننده غربی میفهمه این داستان برای خواننده غربی نوشته. این غلطه. نویسنده اگه نویسنده است داستانشو به یه زبانی مینویسه که زبان داستانه، فرق نمیکنه فارسی باشه، لهستانی باشه، چه میدونم انگلیسی باشه، هر چیزی زبان داستانیه. ما باید به این زبونه بنویسیمش. مینویسیش اگه بتونی بنویسی. این تجربه به من ثابت کرد فرقی نمیکنه فارسی باشه چه زبانی باشه، این قابل ترجمه خواهد بود و خواننده‌ام میفهمدش. روی زیبایی دیدم، پرسیدم خانم اسم شما ارغوان نیست؟ هنوز عطر حلول 20 سالگی را در حالش داشت. گفت نه. گفتم ارغوان هستی نمیدانی، چون صدایش مثل غزلی بود، قافیه‌اش ردیفش آه. انگار که دیوانه‌ای باشم نگاهم کرد. گفتم نمیدانی، اگر بدانی هستی. رمزی به رویت لبخند میزند. آن وقت از شوق و شرم مهتاب صورتت ارغوانی میشود. راجع به شرق بنفشه که داره حرف میزنی یادم افتاد. خب من یه کتابدار تبعیدی بودم، کتابخونه حافظیه. خب این حرفی که راجع به عشق میزنی اونجا به ذهنم رسید که لامصب حافظ این چقدر عشق خوب میشناخته و چقدر رند بوده. این دوتا کلمه با هم همیشه تو فرهنگ ما هستن، خوشبختانه یا متاسفانه. اینجا من به فکرم رسید حالا ما هم سانسور داریم، همون بدبختی رو داریم، متاسفانه تکرار داره میشه. خب حالا باید چی کار کرد؟ چجوری نوشت؟ خب یه جوری بنویسی لابلای سطرا باشه. راجع به هر عشق میخوای حرف بزنی، حرف آنا کارینا رو بیار وسط. خب این کجاست؟ تو کتابخونه است. فکر اولش هم اینجوری بود که خب کتابدار بودم، یه کتابی باز کردم، دیدم اولی کتاب نوشته مثلا سه‌شنبه فلکه گاز. قرار میذاشتن اونجا. قرار میذاشتن با اینجوری داستان ساخته شد. یکی از کتابدارهای کتابخانه مدعی درویشی است. همه شعرهای دیوان را بهتر از من حفظ دارد، بهتر از خود حافظ. همیشه کت و شلوارهای گرانی هم به تن دارد. پرسیدم شما ذبیح الله مریخ را میشناسید؟ گفت عضو مزاحمی است، همین روزها اخراجش میکنم. حرمت آرامگاه خواجه را میشکنند این جوانهای لاابالی. این درویش سبلت همیشه از پایین پای گور میآید و میرود. دیگران هم تشویق میکنند که به احترام خواجه حافظ هرگز از بالای سر او نروند. گفتم ممکن است زبین را به من نشان دهید؟ گفت لازم نیست شما دخالت کنید. اگر یک بار دست از پا خطا کند او را تحویل مأمورین مربوطه میدم. آرامگاه خواجه جای این کثافتکاری نیست که پسری دنبال دختری باشد. گفتم عالی جناب، شما امروز صبح سبویی زده اید؟
گفت شوخیش هم برای من چندشاور است آقا، بروید سر جایتان در کتابخانه، نباید صحبت کنید. گفتم پس این لکه ارغوانی را پاک کنه از سیره پیراهن. ناباور و حیرت خوار به 2 لک تازه نگاه کرد. انگشت زد، هنوز نم داشتم. انگشتش را بو کشید، رنگش پرید، شتابان به خانه شتاب. یه تئوری هست که در واقع حالا یه جورایی بونوئل هم میگن مثالشه که در واقع سانسور خیلی وقتا کمک میکنه که خلاقیت بیشتر بشه. نه حامد، این کاملا غلطه. سانسور نویسنده رو خشک میکنه. ممکنه یه 2 تا کتاب بنویسه، ممکنه یه 2-3 تا داستان بنویسه، ولی در نهایت عقب ماندگیه. در نهایت وقتی سانسور تو ایران هست داره حکومت میکنه، نویسنده ایرانی به عنوان نویسنده عقب مونده مطرح میشه. تو نویسنده هستی، نویسنده جهانی ممکنه باشید، با داستان بنویسی در سطح جهان، ولی یه جامعه دانشگاه ها، یه مؤسسه‌ای هستن که خب اینا کارشونه، اینا بودجه دارن که نویسنده‌های عقب مونده جهان سومی حمایت کنن. ما اینو میخوایم یا اونو میخوایم؟ باید از این رد شیم. از یه نویسنده که قربانی بوده، در خطر بوده، خواستن بکشنش، نتونستن، خودم هم بودم، نتونستن اینا. حالا یه دانشگاه داره حمایتت میکنه، یه فلوشیپ میده، خیلی خوب، ولی ادبیات کجاست؟ اگه ما حرفی داریم برای دنیا که به نظرم داریم تو ادبیاتمون، با این تاریخ پشت سرمون این همه سال، ادبیات باید رمانت رو بذاری بغل دست رمان آمریکایی، نویسنده آمریکایی، نویسنده انگلیسی، رمان خوبی باشه، خیلی خوب، ولی که ناله بکنم خیلی خوب، اینجوری که مثلا یه کسی بیاد آره یه نویسنده جهان سومی ایرانی تحت ستم بوده، سانسور شده و اینا، حالا دعوتش کنیم اینجا کتابش رو، نه، به نظرم وقتش تموم شد. حالا اینو که کاملا قبول دارم، موافقم با این چیزی که شما میگین، ولی سوالم یه چیز دیگه بود. یه جوری به نظر میاد خصوصا اگه که شرق بنفشه رو آدم از طریق سانسور یک داستان عاشقانه ایرانی بخونه، به خاطر اینکه دوباره یه جوری داستان شرق بنفشه اینجا تعریف میشه دیگه، از اون طریق که دوباره میخونه آدم احساس میکنه که در واقع داستان دوباره داره نوشته میشه. حالا این دفعه تو شکلی که داره نوشته میشه نه تنها سطح استعاریش داره تغییر میکنه، شما هر دفعه داستان رو 2 بار مینویسین. یه بار نوشتین برای آقای پتروویچ، یعنی سانسورچی وزارت ارشاد، که برای اون بعد خیلی استعاری نوشته، پیچیده نوشت. نه برای اون ننوشتم، چون من وقتی ایران بودم داستانه داشتم نوشته بودم که میدونستم آقای پتروویچ نمیتونه اینا رو امضا کنه که مجوز بده. نه، شرق بنفشه به نظرم اون موقع اونجوری باید نوشته میشد، اصلا موقع فکر سانسور من نمیکردم. ولی توی همین الان توی این سانسور داستان عاشقانه ایرانی خیلی فصلا و در واقع بخشا هست که اول نوشته میشه با حروف نازک، بعد میگن خب الان آقای پتروویچ اینو ببینه حتما نمیتونه اینو تحمل بکنه، بعد دوباره مینویسینش، دفعه دوم که نوشته میشه خب قضیه ذره فرق داره دیگه، خیلی استعاری و پیچیده‌تر شده. یه حرفی بزنم، ما تو مملکتمون یه مشکل بزرگی که الان داریم فساد زبانه. زبان فارسی دائم به وسیله دیکتاتورها داره فاسد میشه. خب یعنی زیباترین تعبیرایی که داریم، زیباترین استعارهایی که داریم، اینا دارن میگیرن و به کار میبرن. خب برای چی؟ برای که مردم بکشن، بچاپن، این حرفا. خب دارن چی کار میکنن؟ او قسمتش نمیدونم کار کی باید باشه که باش بجنگه. قسمتی که مربوط به من میشه، امثال من میشه، قسمت زبانه. اینا دارن زبان فارسی چپاول میکنن، فاسدش دارن میکنن. خب من چه کار میتونم بکنم به عنوان نویسنده؟ این زبان یه طوری به کارش ببرم که اینا به کار نمیبرن. خیلی جالبه که اینقدر مقاومت داری در برابر این موضوعی که مخاطب چه اندازه تاثیر داره رو فرآیند نوشتن. یعنی بیشتر تو خیلی اینو انگار مستقل از مخاطب یا اینکه کی هست یا چه شرایط اجتماعی حاکمه بر تولید و توزیع کار، انتشار کار، خیلی انگار شخصی تر میبینی. ببین اگه به مخاطب فکر کنی، اون چیزی که مخاطب دوست داره، بامداد خمار می‌نویسی. تو باید یه ذره حرفم فرق داره، نمیگم چی مخاطب دوست داره. مخاطب تو بسازی.
تو هر داستانی که می‌نویسی تو یه مخاطب جدید می‌سازی. خیلی مهمه تو بتونی یه مخاطب بسازی. مهم نیست کتاب 3000 تا 5000 تا 100,000 تا چه میدونم هر چی فروش بره. اون تیکه‌ای که اون لحظه مهمه که تو میفهمی یه نفر توی دنیا داره ساخته میشه با جمله‌ای که می‌نویسی، داره میفهمتت، داره ادبیات تو کشف میفهمه، لذت زیباشناسی ازش میبره. این اون لحظه قشنگه. به نظر من داستان آره برای 10,000 خواننده نوشته میشه، 100,000 خواننده، هر چی، ولی یه خواننده وجود داره وسط که توی داستان رو داری برای اون می‌نویسی. یه جور دیالوگه داری می‌نویسی، یه جور دیالوگ خیالی بین تو و اون خواننده داره برقرار میشه. حالا خواننده‌های دیگه وقتی نویسنده حرفه‌ای هستی خب معلومه خواننده داری، ناشر داری، ایجنت داری، همه اینا به جای خودشون باید به اینا فکر کنی. ولی ته تهش آخرش او خواننده است. 1 ساعت از پرواز هواپیما گذشته بود که مهماندار آن متوجه شد 3 مرد به مسافران اضافه شدند. هر 3 کنار هم در ردیف آخر نشسته بودند و لبانشان با لبخندی مانند پوزخند دائمی دلفین ها خوش شده بودند. یکی از آنها ازرق چشم بود، دیگری چشم سیاه و چشمهای سومی به تمامی سفید بودند. مهماندار خیره به آنها عقب رفت، رو گرداند و تند به کابین خلبان رفت. 3 تا مسافر اضافه شدن. خلبان گفت پیش پای تو هم شاهزاده سوار اسب والدار از جلوم گذشت و قهقه زد. لب‌های سرخ و کودکانه مهماندار می‌لرزیدند. وحشتی گفت همه را شمردم، 3 تا مرد ته هواپیما در پاره ابرهای صبحی بهاری روان بود. لخته‌های معلق بخار در هوای شیرین رنگ مثل گوشه‌های یک رویای رو به فراموشی بودند در لحظه‌های میان خواب و بیداری. مهماندار از کابین خلبان بیرون آمد. یک بار دیگر مسافرها را شمرد تا به انتهای هواپیما رسید. چشم به چشم مرد سفید چشم که شد دانست که او می‌بیند. به دل گفت خدایا نه، این آخرین پرواز من است. و خودش متوجب شد از این فکر بی مقدمه. پس از این پرواز ازدواج میکرد، خانه مینشست و بچه ای را انتظار میکشید. الان این رمان جدیدم برای که چون تموم شده میتونم حرفش بزنم. خب راجب یه آدمه، یه افسر وظیفه ایرانی رفته جبهه، دستش قطع شده، برگشته خونه. 5 سالم تو دیوونه خونه بوده، موجی بوده، به اصطلاح فکر میکردم موجیه. حالا دائم داره خواب میبینه که یه جایی با یه دختری حلقه ازدواج دست میکنه. از همه داره میپرسه که من با کسی نامزد بودم. خاطراتش هم قرقاتیه یا کلک میزنه. من با کسی نامزد کرده بودم، میگن نه، ما یادمون نمیاد. میپرسه آیا هیچ وقت حلقه تو دستم دیده بودی؟ میگن نه. تصمیم میگیره برگرده جبهه، اونجا که دستش قطع شده دستش رو پیدا کنه، نگاه کنه ببینه حلقه توش هست یا نیست. این وقتی میاد، خب این مثلا تو ایران که بودم 2 بار شروع کردم این رمان نوشتن راجع به چنین شخصیتی. هر بار نوشتم دیدم مثلا 100 صفحه نوشتم، باور نمی‌کنی 100 صفحه نوشتم اصلا نه در نیامده. 1 سال 2 سال دیگه گذشت، دوباره شروع کردم نوشتن، 60 صفحه نوشتم، نه فرمش در این نیست. یه همچه آدمی اینجوری نباید بنویسم. همین 2 سال پیش مثلا تو آمریکا یه دفعه اومد،
حالا فرمش هم فاش نمیکنم، ازا میدوزن. کی قراره چاپ شه؟ حالا با ترجمه بشه، بعد بره پلو ایجنت، بعد بره پلو ناشر، ببینیم چی میشه. ریسک جدیدیه. یه ریسک اینجا هست نه که به هر حال ناشر گیر به بازار داره دیگه، یعنی مخاطب چی میپسنده، چه جوری فروش کتاب میتونه بیشتر بشه، نظرسنجیاش چی میگه، چه جوری مارکتینگ بکنیم و اینا. حالا نمیگم مثل سانسور توی ایرانه، ولی بالاخره اینم خودش یه مکانیزم دیگه. این چه جوریه؟ سوال خیلی خوبیه، خیلی خوبه. من به این فکر کردم. خب من یه رمان نوشتم که خب خیلی استقبال شد ازش و فلان، حالا باید یه رمانی بنویسم که باز ازش استقبال بشه، بشم یه نویسنده حرفه‌ای. خب دنبال موضوعم میگشتم، موضوع چی باشه. یه موقع به خودم گفتم شهریار بشه اینو بنویس، بشه این امیر رو بنویس، گور پدر ناشر آمریکا، هر کیزه گور پدر همه چی کرد، این امیر رو بشین بنویس. یه 2 سالیه دارم می‌نویسمش دیگه، هنوزم دارم ادیتش میکنم. اونم جنبه خود زندگی نامه‌ای داره توش یا فقط رمانه؟ نه رمانه. خب مثلا فرمش می‌خواستی لو ندی، ولی خب من سوال کردم. نه فرمش رو لو نمیدم، به این راحتی نمیتونم زندگی شیکا. نه رمانه، ولی خب مثلا مثلا یکی از تجربه خودم تو جنگ و زندگی خودم دادم بهش. همیشه یه اتفاق تو داستان میفته، تو یه بخش از خودت رو میدی به شخصیته. اگرم خیلی نویسنده خوبی باشه یه طوری میدی که خواننده نمیتونه بفهمه کدوم قسمتش.